آقا همین ما یه 328 داریم با موتور M20. بله. بعد موتور ما کامل از بین رفته. تعمیرکار گفته که موتور باید کامل عوض بشه. حالا دو تا راه حل داریم. یکی اینکه موتور رو کامل استوک بگیریم در حد نو، یکی اینکه کامل بخوایم قطعات توش رو عوض کنیم. قیمتاشو به ما میگید چه جوریه؟ ببینید موتور MB 328 428 528 Z4 2 لیتر X4 F25 همشون میشه M20. خب اگه شما بخوای یه موتور استوک بگیری میشه 210 میلیون تومان. نه بخوای داخلش رو همه رو نو کنی، خب حالا یا برند تجاری یا آرم BMW با هزینه تراشکاریش اینا 300 تومان حدودا میشه. خب کدومش به صرفه تر ما الان؟ اگر بخواید ماشین رو نگه دارید، سوار شید، داخلش رو نو کنید، یعنی اون 300 تومانیه کامل. بله. توی موتور نو بشه. بله همش میشه 300 تومان. خب 3-4 سال خیالتون راحته. خب ولی اگر نه بخواید ماشین رو نگه ندارید، در حد مثلا 1-2 سال بله 1-2 سال استوکش جواب میده. 210 تومانیه. خیلی ممنون.